خونه ای تقویم. خیلی راه میگردیم؟ با اتوبوس سوار میشویم. حاضر با اتوبوس سوار میشویم. آخر ما چیپتا نداریم، چطور سوار میشویم؟ پول داریم، با پول سوار میشویم. بیا رفتیم سوار میشویم. زودتر امینو. همه جا میرسد. همه جا میرسد. اشتباه نکنید. پیرو بگیر. اخلاق رو خورده ای مگر. امینا. امینا. از برای خدا مرا آزاد کنید. رفته کودکانم را یابم. کافتن کودکانتان کاری ماست خانم. آخر میگویند که کودکان را شما دزدیده اید. بیایید یک روی نکرده همش را فهمانید. چرا من کودکان خودم را میدزدیدم؟ این کودکان چند مادر دارند؟ گپ زن آخر. یگان چیزگویی. خانم پینار برای من در اصل چند وقت است که من با همسرم فریده یک جا زندگی نمی کنیم. خانم پینار باشد کودکان را نگاه بین می کند. نگاه بین می کند؟ خیر، اگر کودکان شما باشند چرا به خانه پنهانی در آمدید؟ نه در آمدم. این زن خودش در رک شد. خودش به من زنگ زده گفت که آمده کودکانت رو بر. کوئی نوری دادم در تو کجا میروی تو؟ کجا میروی؟ یک دقیقه نشان را نگاه کن. گم نزن ابله، گم نزن. همیون هم نیست. ماشین را من کنید. ماشین را من کنید. همیون هم نیست. همش دروغ است کمیسر. چند روز است که مثل لاشخور در اطراف کودکان دوره میزند. چند روز پیش از پیش مکتب پسرش را گرفته برد. اینش بس نبود که باز از پس دخترش شد. او تنها نیست، مثل خودش باز یک برادری راهزن هم دارد. او چند سال در حبس نشسته برآمد. با کم کردور نشو. او به این کار دخل ندارد. کی میداند بازم راه چی نقشه دارد؟ کودکان را گرفته به عقل دادی، آنها را پنهان کردید. راستش را گوی. تو چی میگویی؟ این کار را همسرت کرده میتواند؟ از بالایش دعوا میکنی؟ شرف، تو چی کار میکنی؟ این چی معنی دارد؟ آخر وی مادری فرزندانت میشود، میفهمی؟ تو چی کار کردنت رو میفهمی یا نه؟ امیر بس کن. برای من شده جنجال نکن. من راضیم که گناه رو به گردن گیرم، اما تو کاری کن که کودکانم خوراک گرگولاش خیران نشود. خواهرکم چرا گم کردم؟ گفته سخت رسیدم. گوش کنید، ما هم وقت نداریم. زودتر این کار را حل کنیم. کنی گپ زن پسرم، تو دعوا میکنی؟
گفزن آخر چرا خاموشی؟ دعوا میکنیم کمیسر. آخر کودکا رو خودش پرتوفته رفت. باز امروز به من تهمت میزند. شرف به این زن گوش نکن. آخر کاری وای چی؟ وای چرا دخالت میکند؟ او مگر حق نیست؟ مگر فریده خودش بر اومدن نرفت؟ کودکان رو از اینجا با اونجا سرگردان نکرد؟ همه پریشان شدیم. من جزایش را دادن نتوانستم. هیچ نباشد شما جزا دهید. بله من دعواگرم. او با اکش کودکان رو دوست دید. باید تو را از پرسش گذرانیم. یک مدت تو را اینجا نگاه می‌داریم. نتر چیزی نمی‌شود. من گناهکار نیستم که ترسم. این زن با کودکانی من چیکاری کرده است؟ بی این هم از آنها خلاص شدن میخواست. گوش کن، نکاح رسمیتان دوام دارد. تو هم به کودکانت مثلی و حق داری دخترم. از بالای این زن دعوا میکنی؟ گوش کنید ینگه، کمیسر راست میگویند. شما هم میتوانید دعواگر باشید. با فکرم از اینجا میگشتیم. اکا من خیلی خسته شدم. صبر کن حاضر میابیم. اما من دیگر نمیتوانم. صبر کن کم مونده است امینا. بچه ها شما راه گم زدید و شما کمک راه رسانم. گم نزدیم. من راه را میدونم. با نزدیک تقویم میرویم. امینا داو او میآید. دعوا میکنم. کورنمک وقتی که تو در بدر میگشتی کودکانت را من نگاه بی میکردم. کنار. مگر با دستانی خودت امینه را به من ندادی؟ از پیش چشمانم دور کن نگفته بودی؟ گوش کن برای این تهمت جواب میدی. البته جواب میدی. خانم اینجا شعبه پلیس است. چیکار میکنید شما؟ ای کنی دستت رو گیر. مگر چیکار کردنم راست و پرسم؟ بس است. اگر نفر دعواگر نشود هم من تو را دستگیر میکنم. بعد میفهمی که با پلیس زید بر آمدن چیست. ببر. خانم با ما میروید. شرف یگان کار بکن. راه گردید خانم. شرف آنها مرا بردن. چی میگویی چالاک؟ چی میگویی؟ میگویم چی شد؟ کار دارم آخر کار دارم. در رفتی کار دو پرنده به خلا دافتم. کس رفتی؟ همین کسی کار کردم زود میآیم. اوستا چالاک من را میشنوی؟ چالاک دستت رو گوش کن. کیسه‌هایشان را نقد خالی کن. پولهای بسیار جمع کردن. باز به آنها گوی که به پلیس مراجعه نکنم. فهمیدی؟ به این هم نو از حبسخانه برآمدم. فهمم؟ ابله شد خای. مایل سردار. بعد از نظر چی طور این کار را کردی؟ اون رو پس میگرداند. براستی تو را شناخته نمیتوانم. فهمیده آن شد. زنی که کمی پیشتر به نظارتخانه فرستاده ای آخر همسری تو و مادری فرزندانی توست. او باید همچون مادر رفتار میکرد. تو بار به نظارتخانه در آمده ای. چه خیل جای بودنی آنجا را میدانی؟ بیچاره به جای آنکه فرزندانش را یابد در آن خانه تنگ محکم میماند. باید در این باره بروقتر فکر میکرد. میدانی شرف، خودت ناز میدانی که این کار را او نکرده است. ای شرف، حالا هم دیر نشده است. بیا با درون در آمده این کار را اصلاح کنی. امیر من قرارم رو دادم. دخالت نکن. دخالت میکنم شرف، تا آخری عمرم دخالت میکنم. هر وقتی که تو خطا کنی از پیشت میبرایم. آخر ما برادریم. تو چی میخوای که من مثل بیگانگان از دور ایستاده نظارت کنم؟ برادرم باشی طرفداری من باش. در طرف تو شاخه هم برای داشتن نمانده است شرف. امیدوارم که از این بدتر نشود. بیا کسی نیست. نو ترسیده روح کرد؟ خسته شدم اکا. شکمم هم گروس نمونده که خیلی
مامان طاقت کردم من میتوانم هوا هم تاریک شده کنم چیکار میکنه؟ من راه رو میدونم انا اون شخصم رفته است تو رو به نزد تقویم میبرم دو از این طرف میرویم دو آمینا دو انا اومد کجا شدی پسرم قریب و دیوانه شدم از شعبه پلیس برآمده کمی محل را سیر کردم گفتم شاید یگان نفری آنها رو دیده است خیر یگان خبری هست؟ نه مادر نیست دیگران کجایند؟ در شعبه پلیس چرا تو تنها آمدی؟ از برای خدا چیزی نپرسید در نظارت خانه کمیسر پینار و فریده رو محکم کرد فهمیدید؟ چی گفتی؟ وای خدا این چی بلا بود؟ فریده در نظارت خانه است؟ شما در اینجا چیکار میکنید؟ اصلا تو در اینجا چیکار میکنی؟ دخترم را چرا پرتافته آمدی؟ ها پرتافته آمدم لیکن شما خواطر نشوید او تنها نمیماند صبح عطیل را هم میبرند بعد هر دویشون میفهمند گوش کن عطیل گناهی ندارد پسرم این سر به بحر برآمده بود خانم جانان التماس قربانتان شوم پس در گپ زنید خیلی میشونم مایلش آخر تو وعده داده بودی که دیگر به ما کاردار نمیشوی آمینا آمینا خوب هستی؟ اکا جان من رو از اینجا برار میترسم دستت رو دراز کن صدایت رو نبرو من حاضر می آیم خودش چی گفت؟ خودش چی گفت؟ شما چه خیلی آدمانی خوب بودید در آخر پسری پینا رو به خانه هاتون جا کردید همین طور آفرین با شما آفرین گوش کنید خانم نباید از این پس به من درباره آر و ناموس چیزی نگویید تو چی؟ فرزندانت خیلی زیاد بودند همین طور نه؟ به نزدیکی مادرش رو هم به این خانه می آوری خیر روزت از این بدتر اما از پسری من دور باش نیتی او را بدنام کردن رو از سر دور کن یک طرفیست صبح بر وقت بیا پیش از بریگادیر همینجا باش مایلش میآیم گوش کن تو جمعه که обро кушодӣ نه مگر تو نکشوده بودی не охир кушо то саҳар бак пур шавад اگر بر وقت پر شود چی ҳеҷ чиз намешавад он вақт об ба чо рафта чопур мешавад برادر در اینجا چیکار میکنی خواستم راه را کوتاه کنم از باغچه گذشتم کنی گم شو از اینجا این دفعه از پایان گذر به باغچه ندارا منی بیگناه رو چرا محکم کردید؟ حالا ایستید از بالای همتون شکایت میکنم بس کن چرا داد میزنی؟ مگر حق و ناحق رو از تو میآموزه آخر من کودکی خورد دارم باید به خانه روم چی علاج؟ ما هم فرزند داریم به جای آن که به خانه رویم شما را پاسبانی میکنه تو مرا مسخره میکنی ها؟ گوش کن اگر از یک شب زیادتر موندن نخواهی دهانت رو محکم کرده شین به فکرم برایت این بهتر است همش بای تو شد حتی در شده رفته هم نتوانستی در اصل خودت گناهگاری
کی میداند با کودکانم چه خیلی جبر کرد که آنها گریختند. کدام جبر؟ من تسلی دادم مادرتان رفت، اما من همین جایم، خواطر نشوید گفتم. گرفته در آغوشم خوابونیدم. باش چیکار میکردم؟ خیر اگر زده باشم هم یک شالوق بوده است. با من گوش کن، اگر با آنها دست رسانده باشی دستانت رو میشکنم، فهمیدی؟ چرا اینقدر واهمه میکنی؟ تنها کودکانی تو با عذاب کلان نشدند کو؟ عادت کنند. دیگر نام کودکانم رو با زبان نمیگیری. تو مرا فهمیدی؟ تو با من در بیرون وخور دنیا رو به سر چپه میکنم. امینا خوب هستی؟ اکا مرا از اینجا برو سخت میترسم. مرا پرتفته نرم. اکا این رو دور. تو رو میبرم. دور. انشالله آنها را نمیابی. خودت تنها میمونی. من به تو نگفتم که دیگر نام کودکانم رو با زبان نگیر. نگفته بودم ها؟ نگفته بودم با خودت بیار. تو هم کودک داری. بازه حالا نبینی. بس کنید. جدا شوید میگویم. این را بیننده دستانشان را داری با پایهایشان جنگ میکنن. یا توبه خدا با شما انصاف دیه. بهونه بیننده در نمیشوه مرا راه ده برا در ده. حالا ایست. اکنون میتواند یکدیگر را بخورید. امینا دستم رو دور. کمی دیگر. کنی امینا کمی دیگر دراز کن. امینا دستم رو دور. امینا دور. دور دستم رو. امینا شرف پسرم با کجا؟ با بیرون میبرایم. در یک جا نشستن نمیتونم. پسرم التماس باز با آتیلا جنجال نکنی. آخر شنیدی که خانم جانون چی گفت؟ او صبح بر وقت به بر آمده است. التماس با نزدش نرو پسرم. انشالله خبری خوب است. الو
الو الو الو کیستید؟ الو؟ همش خوب بشه خدا شفا دهد. معلوم می شود که شما رو به شویتسر میبریم گفته فریب داده به کنسول حالتون برده. بهتر شد؟ بله برادر نرنجید، مگر در وطن خود نام نیافتید؟ به این خیل آدمان چرا باور کردید؟ مرحمت تلفنتان را گیرید. با نزدیکانتون خبر داده توانستید؟ نه از فکرم گشته. شاید به اگه نفر دیگر زنگ میزنید. من دیگر یگان کسی باوری ناک ندارم. خدا شفا دهد. یوریدی یگان کس است؟ یوریدی برو مشونمت یوریدی. اکنون از اینجا کی ما رو میبرورد؟ گریه نکن وزیر من کمک میپرسم. یوریدی برو مشونمت یوریدی یگان کس است؟ چی شد یاسمن؟ این چی حال است؟ یگان واقعه شد؟ باز چی شود؟ مگر به تو خورا خورده میتوانم؟ نه. به حجت خونه رفته میتوانم؟ نه. چیکار کنم یاسمن؟ از صبح باز از پس کودک ها بودم. به پلیس رفتم، به خیسم کودکانه در آمدم. باز چیکار کنم آخر؟ من سگی درد نیستم. یاسمن تو چی ها میگویی؟ امیر تو به نزدم تنها برای خوراک دادن میایی. اینطور نگوی یاسمن. چند ماه از تو دور نمی روم. آخر تنها 2 روز از خانه برآمدم. چطور توانستی که برای من چنین گپ ها را گفتی؟ شکر کن که حامله‌ام، وگرنه به تو نشان میدادم. دروغ نگوی. نخواهی باور نکن. خواهرکم تو قد کن. اکا میترسم. میدونم اما از اینجا میبرویم وعده میدیم. امینه به این سو بیا.
کجایید؟ کجایید؟ چرا اینقدر بد نگاه میکنی؟ بخیلیت اومد. مثل بلبلی توت خورده شده ای. البته اگر من همه بودم بخیلی میکردم. شرف یک بار خطا کرد، دیگر اون خطا رو تکرار نمی کند. بیعقل. آخر ما هیچ وقت جدا نبودیم. گیر شرف از سرت مونه. اما کودکانم رو به تو نمیدی، هم فهمیدی؟ مادری آنها منم. فهمیدی؟ منم. تو با بچه هات مشغول بودی. من باشم که آیلم رو بنیاد کردم. بسیار گپ نزنه. خاموش بر. نه خوابش بر گفتن میخواستم که باز بیدار شده چشمانش را کشود. خیردین این نیت خواب رفتن را ندارد. انا بین. مادرش دردی سری ما کرد و رفت. خدا را شکر. با خدا کار نداشته باشی او را برداشته میگردی. خدا. ای خانم نباهد. این شرف حالا ما را زیاد عذاب میدهد. این را نگرید چه خیلی کودکی خوش رو. جانکی من. مگر او هم نبیره ما نیست. نگاهی بینش میکنیم. شاید این مشکلی کفارتی گناه هایمان شود. همین طور نی؟ نه. من خونه خوردم. میدونم من هم خونه خوردم امینا. پایهایم یخ کردم. شرف از کودک‌ها یگان خبری هست؟ نه خبری نیست. من برای همین آمدم. ممکن است درایم؟ البته من تو را دیده کمی به فکر فرو رفتم. گذر. مرحمت گذر. خوش آمده دکه شرف. خوش باشی آسمان. چه حال دارید؟ چه حال می داشتم؟ مثل همه پریشان خاطر. راست نیست شرف. مرحمت بشین. وای من دارهایم را فراموش کردم. با اجازت شما. امیر با تو ناحقی کردم. با تو معامله بد کردم. مرا ببخش. چی کار کردنم رو نمیدونم. دیوانه میشم. کودکانم در کجاست؟ چی حال دارن؟ باز بسرشو یگان بلا نآمده باشد. نمیدونم. این چه گپ است شرف؟ این فکرها را از سرت دور کن. به تو وعده میدیم که یک علاج کرده آنها را مییابیم. میدونی وقتی به اینجا آمدنم چی رو فهمیدم؟ من تنهایم. کسی ندارم. کسی نیست که با او تکیه کنم. باز با بالای این کودکانم. شرف ما همین جاییم. مادرم، پدرم، من همیشه در برات فراموش نکن. ما یک عائله ایم. این طور باشد یا سومن را گرفته به خانه همون بیا. در پری من باش.
من از این جنجال ها خسته شدم. التماس شرف، من هم از تو یک خواهش دارم. بیا شکایتت را پس گیر. و ینگم درد خودش بسنده است. من رفته با کمیسر گپ میزنم. این بگاه ینگم را میبراریم میلش. مرا دور امینا. آزادی نتوانی برای شکایت رو پس گرفتند. مرا از اینجا برارید داخل. من در اینجا نمیمونم. لعنت به تو فریده. ینگه چه حال دارید؟ خوبم. از کودکان یگان خبر هست؟ جستجو را سر کردیم. حاضر من باز برای سیتی گفتگو میروم. من هم با تو میروم. میلش. زن دیگر چی میشود؟ به فکرم شکایت نسبت او اساس دارد. شکایتم را نمیگیرم. فریده، من در فکر کودکان، تو باشی در فکر پینار هستی. پینار مادر فرزندی من است. راست، اما یاسین و امین هم فرزندانت هستند. اگر تو بسیار خواهی شکایتم را میگیرم. گریه نکن خواهرکم. تو با اون طرف رو. تو با من بیا. شرف، میدونستم که مرا در اینجا نمیمونی. با فریده تشکر گوی. اگر شکایتش را نمیگرفت این بگاه هم نمیبر آمدی. امیر، پینو را به خانه بر. شرف، من با تو با مرکز جستجویی میروم. لازم نیست، من خودم میروم. شرف، مگر این خیل میشود؟ آخر اول رفته پسرمان رو گیریم. بیچاره حالا چی حال داشته باشد؟ آخر من نبودم، تو هم نبودی. به این هم دلم به حضور شده ایستاده است. بیا شرف. ماشین در کجاست؟ در همین نزدیکی است؟ امینا ما رو سخت دو. سر نده. گوش کنید ینگه. باید کمی با قوت باشید. خودتان را به دست گیرید. چه خیلی به دست گیرم امیر. مگر نمیبینی چی شده ایستاده است؟ اول کودکانم را نشان نمیداد. اکنون آنها را گم کرد. نه من باوری دارم که آنها خوبند. یاسین پسر خیلی با عقل است. هم خود و هم خواهرش را صاحبی میکنه. همش گناه شرف است. اگر اون زن رو به حیاتمون وارد نمیکرد مگر به چنین حال میافتادیم. یعنی میدونید شرف رو افتاده است. یعنی پیشتر او را چنین ندیده بودم. بعد از گم شدن کودکان پریشان خاطر شده است.
همچنین از مناسبت در بینتان بودن نیز خیلی در عذاب است. به فکرم یگانه عذابی این منم امیر، منم. شما چی گفتن میخواهید؟ به نزدیکی همش رو میفهمی. امینا، همین که به خونه رفتیم نیستی پولهای جمع کرده رو به تو میدیم. اون بازیچه زرد رو هم میخریم. امینا من رو تو گوش کن همش رو به تو میدیم. خونه چه رو هم میخری ها امینا. پسرم از گریه کردن آب و ادو شده است. گوش کن شرف، همش با گناهی فریده است. او به ما حسد میبرد. پینار به عقلانه گپ نزن. چرا به ما حسد میبرد؟ همه دورایمان همین کودک است. گفته بودم که او را صاحبی میکنم، کردم. از این زیادش را از من انتظار نشو. مرا فهمیدی؟ همه آرامیمون با عیب فریده و اکش ویران شد. میدونی دیشب در نظارتخانه به من چیزهایی که نگفت. به فکرم کودکان را هم آنها پنهان کردند و با ما بازی میکنند. خودت یک فکر کن شرف. نه پینار بس است. تو مرا دیوانه نکن. به اینم عصبایم خراب است. اقلا همین بگشتمت را گیر. گوش کنید، جسدها رو به اینجا بیاره. خوب شد. ماشین یوری تعدیلی در اینجاست. فهمیدم. لابای سلیم. رفیق کمیسر، دو جسد کودک یافت شده است. در کجا؟ در محله نو، در نزد یک انشاءات. کی بودنشان معلوم نیست؟ میدونید یک تنش دختر، دیگرش پسر. کی بودنشان معلوم نیست. بچه ها کار برده ایستادند. من فهمیدم. حاضر میآیم. چی شد؟ امیر، یگان خبر است. آنها رو یافتن. انیق نیست ینگه. من شما را برده میمانم. بعد انیق کرده به شما خبر میدهم. من هم میروم. انتظار شده نمیتوانم. ینگه گفتم که انیق کرده به شما خبر میدهم. امیر، مورم هم انتظار نمیشوم. زودتر وقت رو از دست ندهیم. خیر است. به شرف هم خبر دهم. فهمیدم امیر، حاضر میآیم. چی شد شرف؟ گپ زن آخر مرا دلکف نکن. زودتر فرار رفتنم لازم. خرید بود ما را از ماشین پرتاید. هی هایلش اومدم. سلیم، ینگه آنها را یافتید. ینگه سلیم، آنها در کجایند؟ آرام شوید سلیم، آنها کجایند؟ آرام شوید. آرام شوید. ینگه آرام شوید. گفتم که حالا معلوم نیست. خانم فریده احتیمال آرام شوید. امیر، دیگر میخواهم. آنها کجایند؟ آرام شو فریده. خودتان رو به دست گیر. ینگه فریده بس کن. سرده، فریده بس کن. سرده. جانی من، خدایا این چی روز است؟
فریده شد تمام آنها رو میبینم Yoridi, yagon kasas, mozarin joye. Yoridi, mozarin joye. Yagon kasas. نیافتیم. دیدید؟ این پرنده های بیچاره به دام افتادن. من گرسنه هستم. یگان چیز نداری؟ من خیلی گرسنه هستم. با من یگان چیزی؟ نمیدونم. اینها را اکی طوفان آورده است. من خیلی گرسنه‌ام. یگان چیز بخورش چی باشه؟ بخورش چی شده باشد؟ یگان چیز نداری؟ من گرسنه هستم. یگان چیز نداری؟ من خیلی گرسنه هستم. کنه گیرد اینها را زود خورد و به کار میبریم. زودتر. زود باشه. ینگه به شما خوراک آوردم. چای هم فرمودم. نمیخواهم، از گلویم نمیگذرد. ینگه مگر از بیگاه یگان چیز خورده اید؟ شرف عکس کودکان را بیار، زیاد کرده در همه جا آویزان کنیم. یافتنمان البته آسان می شود. از خانه رفته میارم. من دارم انا این خوب شد. با این راه آنها رو زودتر میابیم. همین طور هیچ نباشد اون کس آنها رو دیده دیست. بله ینگه، هر کاری که از دستمان آید میکنیم. علاج کرده آنها رو البته میاب. فریده خواهرم آکا در نبودنم چی واقع شد؟ همین که شنیدم زود دویده آمدم. کودکانم گم شدم. خواطر نشو خواهرکم، خواطر نشو. اگر لازم آید من کوچه به کوچه اونها رو میکوبم. با امید این افیگلی ها نشو. تو چی گفت؟ شرف آرام باش. گفتم گرداری. اتیلا شکر خدا که امیر در برم بود. اگر او نمیشد من چی کار میکردم؟ بیا اتیلا رفتیم. امیر اگر یکون خبری رسد زنگ زن مایلش. شین شرف. آهسته خورابلا، در گولیت در نماند باز. با این آب ده. آب نیست، همه آب رو این دختر نوشید. حرارتش بلند است، باید او رو به بیمارخانه بریم. البته میبریم. اما کمی منتظر میشویم شاید حرارتش پس شود. وقتی که بیمار میشده مادرم به بیمارخانه میبرد. این را بیننده همه چیز را میدانسته است. کنی گپ زن داناچه در صنف چندم میخوانی؟ در صنف چهارم. خیر در بیرون چی کار میکردید؟ از خانه گریخته؟ یعنی گپ زدن نمیخوایی ها؟ میلش وقتمان زیاد است. انتظار میشویم. صبح خیر خانم پینار. تو مرا نمیشناسی اما من تو رو میشناسم. قریب و دیروز در نظارتخانه شب را روز میکردی. خدا پناه دید. بچه هایی کندت خدا دفت دیدی. تو کیسی؟ چرا این خیل گپ میزنی؟ کی بدنم چه اهمیت دارد؟ به این هم وقتش رسد میفهمی. گوش کن،
به تیمور گوی که من به این خیلی سفسته ها گوش نمی کنم. تیمور میگویی؟ کمی دیگر فکر کن. آخر تنها او شناسی عمومی امان نیست که باز هم عقیب‌تر رو. مثلا 6 ماه قبل با یک شب تاری درونی با خانم پینار. نترس، امروز از تو چیزی نمیخواهم. خواستم تنها شناس شویم. بیاییم هم یک روز در کوچه مغازه که میدانه شاید در قیامت بخوریم. مایلش آقای فیروز فهمیدم. به من یاد ندهید. شما گفته های من رو اجرا کنید. بله، هر ماه پولی خانم جانان پرداخت کرده شود. من مشخصتر گفتگو نکردم. یک زنگ تلفن شد و تمام. اما اگر این پرداخت وصیتی پدرم باشد آن باید اجرا شود. به این همدردی من پول نیست. باوری دارم اما هم راضی نمی شود. البته. مایلش، شما کی بودنی اون زن رو فهمید؟ بعد گپ میزنیم. صبح خیر اما جان. چای بیارم خانم؟ نه نمیخواهم. امروز یگون کار دارید؟ چرا میپرسی؟ رفته زنی رو میارم که به شما پرستار میشود. دست و پایم کار میکند. به پرستار نیاز ندارم. برای این نه. مثلا به یگم جا میروید او شما رو همراهی میکند. آخر ما همه وقت در براتون بوده نمیتوانیم کو. اینجا خانه من است. کی و کی میآید من حکم میبرارم. انا این کلید خانه ماست. در آنجا ما حکم میبراریم. بخیر است آقای میتت. این چه احوال است؟ تنجی است؟ خانم جانان، فکر نشه را میکنم. نشه. مرحمت. دیروز به بیمارخانه رفتم اما به حجره در آمده نتوانستم. من در کجا خطا کردم خانم جانان؟ در کجا؟ با فریده چی گوییم؟ خواستم با او کمک کنم نفهمید. باز من بد شدم. اگر میدونستم اگر بچه ها رو به شرف میدادم. اکنون که آنها گم شدن فریده برایم نگاه نمی کند. امروز هم میخواهم برای دیدن نیشه به بیمارخانه روم. با من میروید خانم جانان؟ البته میروم. در خونه نشستن نمیخواهم. میروم آقای میتت. چی نگاه میکنی؟ نه مرا دیدی؟ با دستت شد؟ اکای تلفن شکست. چرا؟ گریختن خواستم جزا داد. یک بار مرا روزی دراز زد. 1 هفته به کار برآمده نتوانستم. چی گفتی؟ شما کار میکنید؟ نه، آمده خواب میکنیم. اکای تلفن ما رو میخورند. بس است، اکنون با کار میبراییم. این رو هم بیدار کنید. خزه او خسته نمیتواند، بیمار است. اکای توفان، چی در کوچه باز از پس این سرگردان شوی؟ گوش کن، شکم که گروز نمان بیمار رو هم با کار میفرستند. برداره دور را. التماس در همین جا ایستاد. خواهرم رو نبرید. مادر جون. امینه، مادر جون. من در همین جایم. آخر بینید حتی چشمانش رو کشوده نمیتواند. میلش گریه نکن. اما با یک شرط، به جای او تو کار میکنی. میلش کار میکنم. زود این لباس ها رو برونه دو و او یگان جایدن پوشونه. تنی بیا با اینجا درا. چولک اینجا بیا. تو در اینجا میمونی، فهمیدی ابله؟ خوب شده سکر. آن تایر گرنگ رو هم به باغچه راه نمیدهی. میلش ابله این قطعه ها رو هم از اینجا بردار تا اومدنم اینها رو نبینم. میبرم اکر، خواطر نشوید. اکنون برای زودتر.
برای زودتر گذر چی را انتظاره زودتر مگویا در برو مرا انتظار شده آنا لباسات رو یفتی لباسای پیشین تو رو باید بچه نشون میداد کنی پیش رو زودتر حاضر به خانه آمدم یاسمان را دیده باز به نظرتان می آیم رفیق کمیسر اگر خواهید به همان قهوه خانه رفته بعد به نزد نشه می روی می شود بله فکری خوب در همان قهوه خانه با میکنیم رسیدم زنگ میزنم یاسمان دست نرسون مام یاسمان گوش کن این طور نمی شود باید از این پس ریجه تردید دهیم همیشه فکرم در توست یاسمان بهترش به خانه همون می رویم تو حتی قرارت رو برآورده ای این برایت بهتر است تو چی گفتن میخوای؟ میدونم که منی های بخوری هایت میشوم دیگر تو را گوش نمیکنم یاسمان حاضر چیزهایمان را جمع کرده به خانه همون می رویم برای دیگر اشیاها باشد بعد من رفته ماشین میارم کنید زود با ماشین سوار شوید زودتر زود باشه زودتر صف را کم کنید زود با ماشین سوار شوید زودتر اما در اومد بله اکا شرف در کجاست نباهد؟ در بالاست باز می بر اومده است خون میگیرم خیردی جیگرم پاره شد آخر کودکانی خردسال با کجا می روند؟ با کجا؟ اوه فریده اویلم رو پریشان کردی گناه را بر سری دیگران پرتافته تنها شیطان را خرسند میکنیم فکر میکنی جگری او پاره نشده است؟ بینندگان محترم اکنون خبرهای داخل کشور یک گروه شهروندان مهاجرمان را مردم دهه دوردست کوهی در حالت بد دریافت کرده زود یاری تعجیلی را دعوت کردند از یک طرف دلم به یشرم میسوزد از طرف دیگر با کودکانم اقلا یک بار زنگ میزد به ما خبری میرسون نه آن رسیدیم چند سوم شده که؟ 33 لیره 33 مرحمت لیلا تو 13 لیره داری؟ لیکن یک لیره نمیرسد میشود راضی شوید اکا راضیم بیو پسرم آهسته تشکر سلامت باشید بیو رفتیم پسرم اوی فریده به خونه رفته کمی استراحت کنیم چی؟ چه طور استراحت کنم وقتی که کودکانم گم شدند مگر استراحت کرده میتوانم کاش وقتی کودکانت رو دزدیدن به تو کمک نمیکردم کاش کمک نمیکردم فریده
با آتش روغن نمیریختم. تو مثل برادر رفتار کردی. خطای اساسی از من گذشت. اکنون از این پس دیگر کسی رو همراه کردن نمیخواهم. تو چی گفتن میخواهی فریده؟ دیروز در شبه قریب بود در این کار تو رو هم گناهکار کنند. شوهری بیناموز در این کار باز ما را گناهکار کردن میخواهد؟ اتیلا، مادرم راست میگوید. اگر این طور رفتن گیرد سری تو رو هم به بلا گرفتار میکنم. برای همین هرچی باشد من خودم جوابش رو میدهم. اگه تلفن نبینم زود پیام کن. این سیم کارت خودم است. سیم کارت نو خریدم. آخر اگه تلفن نبینم از دست نگیرم. بیا من بینم. تو در دستت چی داری؟ اکای تلفن باید تلفن دارد. چه؟ تلفن دارد؟ کنی اینجا بیا ابله. آن را از کجا رفتی؟ آن تلفن را کی به او داد؟ کی به او داد؟ خیر بگاه میابم. بگاه جزا میدهم. من به تو گفته بودم که چقدر گریخته است. ابله، من شما را در اینجا برای چی گذاشتم؟ به خدا چشممون با او بود سردار. آخر تنها موران پلیس ها را هم فریب داده گریخته است. این طور باشد و کجا شد؟ یا اینکه بخار شده به هوا رفت از تیره نگریخت؟ چی طور گریخت؟ چطور؟ یک مرتبه به حاجت خانه رفته بودم. آقای میتاد ولی دور از نزدم، وگرنه نمیدونم چیکار میکنم. آقای میتاد بس کنید. این دختر در کجاست جناب خانم؟ در کجاست؟ در تمام یک هفته خانه را خالی میکنیم. به این هم مبلغ کرایه را به نزدیکی سپاریده بودیم. شما هم ناراحت نمیشوید. تشکر، تا بازدید. خدا را شکر که مشکلی نبرآمد. میرویم. اگر من نخواهم نمیرویم. گوش کن یاسمن، این کار برای هر دویمان هم خوب است. بی‌شبه این برای تو خوب است. من اینها را با ماشین برده میمانم. نشه؟ 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 نشه چی شد؟ نشه؟ نشه؟ خانم ممکن نیست در آمدن. خانم، التماس خانم. به من گوش نکرد سردار. نایلش، برای من خودم حل میکنم. خوب شده است. تو چی نیت داری؟ مرا دیوانه کردن میخواهی تیمور؟ اصلا تو چی کار کردن میخواهی؟ چرا به اینجا آمدی؟ آدر یشیل میآید. بیاید من به او همش را میفهمانم تیمور. من تنها خواستم با تو همکاری کنم، وگرنه هر دویمان میسوزیم. برای همین از بگو با زنگ زدن مرا میترسانی. من کارهای کردت را میدونم، همه کارهات را میدونم. تو مرا فهمیدی؟ این کارهات را بس کن تیمور. من چی کار کردنم رو میدونم. کدوم زن؟ کی زنگ زده است؟ خودت رو به نادانی نزن. من خودم رو به نادانی نمیزنم ابله. اگر تو نباشی پس او کیست؟ من از کجا میدونم که او کیست؟ دیروز وقتی که به خانه آمدم پینور؟ جانکم خوش آمدی. فریده، یگان خبر است؟ من حاضر آمدم.
بیا. وای جونکم اصالکم اینقدر زیبا. همین خیلی تیمور. خدا به شما هم نصیب کند. میدونی پینور به خونه نوامون که رفتیم فکرش رو میکنیم. همین طور نه تیمور؟ نصیب به خونه نو میگذاریم. شاید یک هفته پس گذاریم. اصلا نیت نداشتیم اما تیمور با هم ساز نگرفتن مجبور شدیم. خیر من روم اکنون یگان وقتی دیگر صحبت میکنیم. با کجا میروی؟ اگر خواهی من برده رسونم. تیمور به فکرم تو فراموش کردی امروز باید با معمار بخوریم. بله راست. وقتی که به خونه نو کوچیدیم تو هم بیا پینور. البته میایم. میلش بعد و میخوریم آقای تیمور. بعد چرا او رو بردن میخواستی؟ ها اکنون رشت کردن را سر کردی. آخر همیشه خودت میگفتی که باید خوبی کنیم. این رو برای شما گذاشتم. برای من؟ از کی؟ از یک جناب. او چگونه آدم بود؟ موی سیاه، موی لبدار، چشمانی کبود. فراموش نکن اگر گریختن خواهی یا به کسی خبر دهی خواهرت در دست من است. کنی از پس کار دستانت را کشاده گدایی کن. دیگران چی کاره که کنن تو هم همان کار را تکرار کن. از او چشم نکن اگر گریزد یا به یگان کس خبر دهد یا نامعقوله کند من از تو میپرسم. از پای کار داد تو هم کار کن. خیر انتظار میشه. انتظار شدن آسان نیست. اگر یگان خبری رسد زنگ بزن. جگرم میسوزد. این رو تنها خودم میدونم. خدا فریده آنها کاری از دستشان آمده را میکنن. من با ماشین رفته کوچه ها را میکاوم. اگر خواهی تو هم بیا. لبای الو شرف از کودکان یگان خبری هست؟ حالا یگان خبری نیست. تو در گلخانه ای؟ چی خیل گلخانه؟ مگر حاضر وقتی گلکاری است؟ بله راست میگویی شرف. خیر من تمامی روز در خانه ام. اگر یگان خبر هستی زنگ زن. مایلش صدقه خونه دکتر ثواب بگیرید. اکجان صدقه کنید. اکجان بگوچید. خدا جان بابا صدقه کنید. خدا جان صدقه کنید. چیز نبود. صدقه نگیرید. باید چیز. خدا جان بابا صدقه کنید. اکجان من گروش نستم و من یگان چیستی. اکا برای یک بردان تو بیاد. موس اکجان. اکجان کمی صدقه کنید. خدا جان بابا نگو چیزید. Çok zulmettim kendime. Bana bırakma ne olur.
ابله این چه خیلی دست شدنه دروستر کار کن این خیلی رحمی آدما نمیآید رفته از ماشین لطه رو گیر خوب شده با این ترزه های ماشینه صدا رو تازه میکنی بله آخر جنگ میکنم گپی مرا گوش کن وگرنه بکه طوفان میگم دستت رو میشکند زود زودتر تازه نکن رو از اینجا رو تازه نکن کسی را گوش نکن لطه را با ترزه پرتوزه تازه کردنگی تو چیکار میکنی؟ گفتم که رو از اینجا امک جان باید تازه کنه بیزار کردید این تا گوشه تازه برای نان دیهد انا گیره دو زودتر از اینجا دف شوید روید از اینجا фарида ман қошиқи сиёҳи аз шир бароварда шуда нестам аммо ту ҳам хато кардӣ қабул кун гапҳои ҳархела гуфта ҳамдигарро ранҷондем кӯдаконро байни роҳ мондем хайр чӣ кор кунам ман ҳам инсонам ман ҳам хато мекунам муҳимаш он аст ки як хаторо дубора такрор накунӣ همه گروه ها در محله نو یک گروه شخصانی شبهناک را دیدند گروهی نزدیکترین به آنجا رود 63-26 به مرکز ما با جای گفته تا نزدیکیم سراغ را پورتر گویید خسته نباشی معلوم میشد که به دیدار بینی دوستی دیری نه تا آمدی میدانستم که مکتوب را گرفته زود به اینجا میآیی اما وقتی ناموافقم اینطور نه آخر روزانه آماده نمیشود مبادا یگان نفر به گلخانه میدراید مثلا پلیس تو اون طرف رو بین گوشم صدای رسید من هم شنیدم شما را چند بار آگاه کردیم از مکان ما برایید اکای طوفان اجازه دادن از اینجا روید به خدا حوالتان بد می شود شرف آنها کجایند آخر شاید به قلعه رفته باشند به قلعه رفتند شاید این دفعه هم برای ما را یک جا کردن آخر دیگر به سرم چیزی نمی آید پس بیا اونجا را رفته بینیم
اینجا. این را بینا با موزوری بکنن. آخر برقص است ابلا. کار کنید. اپا جان ماشینتون رو تازه کنم؟ ماشینتون رو تازه کنم اخر؟ نه نمیخواهم. امینه خیز امینه بسوزی آخیر امینه خیز. چرا آنها نمی روند؟ با فکرم زنی میکنند. کنی یک بینم. تو چیکار میکنی؟ نه تو چیکار میکنی؟ وقتی که با ماشین من دست شود اینجا آخه بلامودی بوریگر نزدیک شدی با ماشینی من دست رو داده میشکنم ایمان از شما ببین کسی با اون نگفت از که ماشین رو شد ببین خب برای پول بشه یک بوریگر نزدیک شدی نگریزی من نگفتم پول میکنم چی شو جناب؟ مشکلی داره؟ ماشین رو با چه حال رفتم؟ همه میچستم